Epidermolysis bullosa dystrophica, or dystrophic EB, is an inherited disease affecting the skin and other organs. DEB is caused by mutations within the human COL7A1 gene encoding the protein type 7 collagen, a very long molecule involved in the formation of anchoring fibrils. Those with EB have a deficiency in these fibrils, impairing the adherence of the epidermis to the underlying dermis. The skin of EB patients is thus highly susceptible to severe blistering, with skin that tears from the slightest friction or trauma. Butterfly children is the term given to those born with the disease, as their skin is seen to be as delicate and fragile as a butterfly's wings. Reza, age 8, and Sarah, age 6, travel with their mothers to the hospital in Esfahan for a surgical procedure by renowned surgeon Hossein Sanayan that will enlarge the esophagus so that food can travel from the mouth to the stomach. EB can be divided into three main types: EB simplex, junctional EB, dystrophic EB. These children have the third type. فرم سومش که فرم خیلی شدیدترش هستش و در حقیقت ضایعه ساببازالامینا هستش، نوع دیستروفیکش هست و متاسفانه گرچه این فرم نادره ولی بسیار آزارنده هستش. Internal organs and bodily systems can also be seriously affected by EB, requiring multiple interventions from a range of medical specialists. اینا نیازمند به اقدامات درمانی زیادی هستند. معمولاً نیازمند یک مددکار اجتماعی، متخصص تغذیه، متخصص گوارش، متخصص ارتوپدی، پوست و چشم پزشک و حتی چون خیلی وقتا اینا سیستم ادراریشون هم شدیداً درگیر میشه، همکارای محترم اورولوژی زحمت میکشن و در کل اینها مراقبت‌های خیلی شدیدی رو میطلبن. Dilatation is done under light sedation and incorporates the use of a small balloon to increase the size of the esophageal opening. The esophageal stenosis was successfully dilated with the balloon catheter, and the children both seemed to be in good spirits. Soon they will start the journey back home, but will have to return for post-surgery checkups to monitor the healing process. In Tonakaban, Mina and Ali have been caring for their daughter Miriam for 16 years. The life expectancy in an economically challenged region for a child with EB is just under 10 due to lack of access to proper medical care and treatment. As one can imagine, the financial and emotional toll on a parent can be tremendous. وقتی مریم تو بیمارستان زایمانش کردن، مریم بعد 4 روز مریم رو ندیدم. اصلا خبرم نداشتم مریم چه مشکلی داره. یعنی تمام بدنش سالم بود. مشکلی پوستی من نمیدم. فقط میگفتن پوست زبانش خیلی حساسه. بعد مدت مریم تمام بدنش همه تاور زد. تاورای زیاد از گردنش شروع شد تا با نوک پاش. لباس اگه برای مریم خریدم دوست داشتم تو تنش بپوشم، اما متاسفانه هیچ لباسی تو تن مریم نمیتونستم بپوشم. حمامی که می‌خواستم برم نمیتونستم حمام بزنم. لیفی که برای مریم خریده بودم دوست داشتم به بدنش بمالم، اما متاسفانه هیچ وقت نتونستم این کارو کنم. حوله‌ای که خریده بودم هنوز اون حوله رو دارم.
و سرنگ میگرفتن تمام توراشو میخواستن بتر کنیم. اگه واقعا این کار نمیکردیم زیر تورش عفونت میشد، واقعا زخماش خیلی شدید میشد، لباسش میچسبید، میخواستم بکشم لباسش با قیچی پارش کنم. Ali supports his family as a taxi driver. دیگه چی بگم، باز کار خدایی دیگه، ولی همیشه میگم تو فکرم اینه، میگم چیزی من بلد نیستم ولی میگم خدایا این کار نمیخواستی با من بکنی، من بچه‌م عذاب میکشه، من خودم بیشتر عذاب میکشم. من تو ماشین بعضی موقع مسافر رو پیاده میکنم، اصلا تا محل بیام فقط گریه، اصلا تنها خلوت باشم کار من فقط گریه است تو ماشین. از اینجا خیلی برام یه خاطرات تلخی برام شروع شد. بعد 5 سال مریم دندونم در نیاورد، ولی خیلی سخت بود برام. پیش هیچ که نمیگفتم، پیش هیچ کس گله نمیکردم، ولی خیلی گله از خدا داشتم. بعد اون فهمیدم دیگه هیچ وقت خدا منو دوست نداره، یعنی بچه سالمم به من نداده. خلاص سختی من خیلی بد بود. بعد اون فهمیدم، یعنی به طرف قرآن رفتم، سمت خدا رفتم، گفتم خدایا کمکم کن، جز خودت کسی رو ندارم. آرزو دارم ولی خب آرزو داشتم بچه من به هر حال سالم باشه، فردا باید دانشگاه بره، به هر حال آیندهش همینطور نمیمونه که بزرگتر میشه، باید دانشگاه بره، باید کارهای دیگه انجام بده، به هر حال بتونه خودش رو جمع جور کنه. این بزرگترین آرزوی من بود که بچه‌ی من فقط سالم بود. از کنار مریم همه سختی میگذرم، چون خدا رو دارم. خدا بهم خیلی کمک کرده. There are children all across the globe with EB. It affects both genders of every racial and ethnic background. Many families are faced with insurmountable medical costs associated with the disorder. Education and awareness are imperative to work towards not only effective treatment, but perhaps one day a cure.